بعضی از ایمیل هایی که فرستادین میخونم. آقای محمد رضا نوشتن سلام بر وصال حق، از شما سوال داشتم آیا افکار محمد ابن عبدالوهاب را قبول دارید؟ ممنون میشم جواب بدید. برادر عزیز، ما تقیه نداریم. دین دین واضح و آشکار است. آنچه که میگیم حقیقت است. محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه، شیخ الاسلام ابن تیمیه، اینها دین نیستن، جزئی از دین نیستن. وجودشان یا عدم وجودشون فرقی در دین ایجاد نمیکنه. آنچه که از اونها به ما میرسه با دلیل صحیح مطابق با قرآن و سنت صحیح پیامبر است قبول میکنیم. آنچه که مخالف قرآن هست میزنیم به دیوار. میخواد محمد ابن عبدالوهاب باشه، میخواد ابن تیمیه باشه، میخواد امام ابو حنیفه باشه، میخواد امام مالک باشه، میخواد امام شافعی باشه. چرا؟ چون خود اینا امر کردن. خود اینا گفتن که هر روایت صحیحی که به شما رسید مذهب ماست. اگر روایت صحیح از پیامبر به شما رسید که ما برخلاف آن حرفی رو زدیم، اجتهادی رو کردیم، حرف ما رو به دیوار بزنید، حرف پیامبر رو قبول بکنید. محمد ابن عبدالوهاب یا غیر محمد ابن عبدالوهاب نه رکن دین هستن، نه جزء عبادات هستن، نه قبول داشتن یا نداشتن اونا تأثیری در عقیده و دین ما ایجاد میکنه. چون محمد ابن عبدالوهاب در قرن 12 و 13 هجری بوده، 1200 سال بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اما قرآنی که ما بهش عمل میکنیم قرآنی است که 1400 سال پیش برای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آورده. قرآنی که ما بهش اعتقاد داریم، اگر محمد ابن عبدالوهاب گفته که نرید شرک نورزید به قبرها، نگفته زیارت قبر نکنید، اینجا خلط میکنن. اگر محمد ابن عبدالوهاب گفته قبر رو زیارت نکنید، ما میگیم که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفته که کنت نهیتکم من زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره. محمد مصطفی گفته قبر رو زیارت بکنید. ما تابع سنت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستیم و زیارت قبر رو عبادت میدونیم، پیروی از پیامبر میدونیم. محمد ابن عبدالوهاب نگفته که زیارت قبر نکنید. این دروغی که ملاهای دین فروش، آخوندهای دین فروش، پیرهایی که مردم رو فریب دادن، تهمتی است که به محمد ابن عبدالوهاب میبندن. محمد ابن عبدالوهاب میگه قبر رو پرستش نکنید، نمیگه قبر رو زیارت نکنید. اگر که حرفی رو بزنه که خلاف حرف پیامبر و خلاف حرف الله سبحانه و تعالی باشه، میخواد محمد ابن عبدالوهاب باشه یا هر کسی دیگه میخواد باشه، ما حرفش رو به دیوار میزنیم. اما این لولو خورخوره‌ای که درست کردن برای مردم که وهابیت نمیدونم، من انشاءالله در لابلای برنامه در هر دوره و زمان، در زمان طاغوت به اصطلاح، در زمان شاه در ایران، به همین خامنه‌ای میگفتن وهابی شده. باورتون میشه؟ من این انشاءالله در لابلای برنامه نشون میدم از کتاب مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران. به خامنه‌ای میگفتن وهابی شده. شاه چون اینا مخالف شاه بودن، به اینا زده بود برچسب وهابیت که آقای خامنه‌ای وهابی شده. سایه وهابی رو با تیر میزنه خامنه‌ای، میگن که خامنه‌ای وهابی شده. در اون زمان میگفتن. روزی که خامنه‌ای به قدرت رسید، به مخالفین خودش گفت که وهابی شده. به مفتیزاده گفت وهابی شده، به شیخ زیایی گفت وهابی شده، به دکتر احمد صیاد گفتن وهابی شده. همه اینا رو که به شهادت رساندن، با این تهمت به شهادت رساندن که اینا وهابی شدن، اینا نوکر عربستان و نوکر آمریکا و اسرائیل شدن. همون تهمتی که دیروز شاه به خودش میزد، آخوندا به خودش میزدن. همین آخوندایی که امروز در حوزه علمی قم مراجع تقلید به خامنه‌ای میگفتن وهابی، امروز همین خامنه‌ای به مخالفینش میگه وهابی. یه مترسکی درست کردن فقط شما رو از اسلام دور بکنن.
این کارو نکنه که وهابی. جالب بود در یک مجلس یکی میگفت که والا نمیشه با وهابی بحث کرد اصلا، تا بحث شروع بکنی میگه قال الله قال رسول. ببینید اصلا فکر نمیکرد که منظور حرفش رو متوجه نمیشد، میگه هر چی بهشون بگید میگه الله گفته رسولش گفته. اگر متابعت از الله و رسولش یعنی وهابیت، باید هر کسی که تابع الله و رسول هست و بهش میگن وهابی باید افتخار بکنه. اما طبق اعتراف خودشون میگه فتنه وهابیت از زمان سقیفه شروع شده. اولین وهابی ابوبکر و عمر بودن. اعتراف خود آخونداست، ما کلیپشو قبلا پخش کردیم. میگه وهابیت، شروع وهابیت از زمان سقیفه بوده.